غلط داره، اشتباه داره، منو ببخش. دوست دارم احساسی رو که بهم دست داده منتقل کنم. احساس خفگی میکنم در اینجا. آبی وجود نداره ولی آدم احساس خفگی میکنه. فکر کنم برای خفه شدن الزاما نیاز به آب نیست. دارم دنبال ماشینم میگردم که ببینید چقدر فاصله گرفتم. در بستر خفته ماهی ها که از هیاهوی فاضل آب می آیند. بختگان در عمق 10 متری. بختگان در عمق 15 متری. مرگ در عمق 30 سانتی. به راستی انتهای این شوره‌زار یأس کجاست؟ و زمین که هر آن دهن باز می کند و هر آینه مرا به درون خود می کشد. امروز شنا کردن چه دلپذیر است، هنگام که آتش ما آتشناک سیراب می شود و من بی اراده به کام تو فرو می غلطم. متاسفانه مجبورم برگردم چون که یک حس شهوتناک و لذت توأم با درد همراه با حس خدازاری داره به من غالب میشه